خیلی مهمه که دقت کنیم چی میخوریم، چی میپوشیم، با کی معاشرت میکنیم. اگر کسی ناراحتتون میکنه باش معاشرت نکنید، لزومی نداره. خودتون رو در اولویت قرار بدین. به نظر من ناراحتیاتون کمتر میشه و زندگی سلامتتری خواهید داشت. طرف میگه که این آدم از خود راضیه، خب بگه، ولی شما باید برای خودتون ارزش قائل باشید. مثل این میمونه که شما یه غذای بری رستوران یه غذای بد بذارن جلوتون، میخوام ببینم اون غذای بد رو میخورین؟ نه، پس میدین.